تریاک. خیلی های میگن ما زدیم اثر کرد و خوردیم فلان شد این نظر کلیتون رو تو 2 دقیقه بخواید پاسخ بدید راجع به این مسئله. تمام این داروهای مواد مخدر بدن اون شخص رو بیشتر ضعیف میکنه و اون شخص به خاطر اینکه بدنش دیپند شده، معتاد شده روی این دارو، بدون اون دارو نمیتونه زندگی کنه و اون زمانی که اون دارو رو میخواد استفاده کنه فکر میکنه که رفته در بهشت، چون این دارو رو به خودش زده و برای یه مدتی بدنش الان دیگه میگه اوکی الان دیگه راحت شدیم و توی اون زمان چون که زیر ساید افکت های اون دارو هست به فکرش نمیرسه که مریض یا مشکلات دیگه ای داره و هر وقت که اون دارو از سیستمش میره بیرون از نوع به خاطر اون معتادیش نیاز داره که بره از اون دارو رو بزنه. به خاطر همین اینا رو میتونیم توی یه بخشی مثل حالت مردم روانی بذاریم که اصلا متوجه نمیشن چی دوره برشونه، فقط دنبال اون دارویی که بهش معتاد هستن. به خاطر همین اینا میان زر زیادی میزنن که مثلا این ما وقتی اینو میخوریم قوی هستیم، فلان هستیم، بسار هستیم، ولی هیچ کدوم اینا نیست. این یک جادویی که یه ماجیشن بخواد، جادوگر بخواد درست کنه یکی رو بذاره از وسط ببره، مردم میگن ببین چجوری، این فکرش اونجوریه، فکر میکنه که یه چیزی زده و خوب شده ولی در واقعیت 100 برابر بدتر شده.